بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و آله و صحبه اجمعین. سوره آل عمران آیه 92. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیه 92 می‌فرماید هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هرچه انفاق کنید قطعاً خدا به آن داناست. کلمه البر به خیر و نیکی گسترده و زمینی که برای کشت و زراعت و یا سکونت مهیا است گفته می شود. همچنین به گندم که غذای عموم انسانها و انواع حیوانات است بر گفته می شود. با توجه به اشتقاق لغوی بر که به معنای توسعه در خیر است، در قرآن آیه 177 سوره بقره ایمان، عمل صالح، نماز، وفای به عهد از نمونه‌های بر معرفی شده‌اند. همگان توصیه شده‌اند که در انجام بر همدیگر را یاری کنند. تعاونوا علی البر آیه 2 سوره مائده. و در این آیه‌ای که تلاوت شد نیز می‌فرماید که شما هرگز به این گوهر گرانبها نمی‌رسید مگر آنکه از آنچه دلپسند شماست انفاق کنید. برای روشن شدن کیفیت عمل کردن به این فرموده خدا چند نمونه عملی اهل بیت و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل می‌کنم که همگی در تفاسیر معتبر روایت شده‌اند. آورده اند ابو طلحه انصاری بیشترین درختان خرما را در مدینه داشت و باغ او محبوب ترین اموالش بود. این باغ که روبروی مسجد پیامبر علیه السلام واقع شده بود آب زلالی داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله گاه و بیگاه وارد آن باغ می شد و از چشمه آن می نوشید. این باغ زیبا و عالی درآمد کلانی داشت که مردم از آن سخن می گفتند. وقتی آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ابو طلحه خدمت پیامبر رسید و عرض کرد محبوب ترین چیزها نزد من این باغ است، می خواهم آن را در راه خدا انفاق کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند تجارت خوبی است، آفرین بر تو، ولی پیشنهاد من آن است که این باغ را به فقرای خویشاوندان و بستگان خود دهی. ابو طلحه قبول کرد و باغ را بین آنان تقسیم نمود. این روایت در تفسیر فخری رازی و همچنین صحیح بخاری نقل کردند. نمونه دیگر از سیره ابوذر غفاری رضی الله عنه است. مهمانی به ابوذر وارد شد. ابوذر گفت چون من گرفتاری دارم شما خودتان یکی از شتران مرا بگیرید، نحر کنید یعنی ذبح کنید و غذا تهیه کنید. مهمانان شتر لاغری را انتخاب کردند. ابوذر ناراحت شد و پرسید چرا شتر فربه و چاق را نیاوردید؟ مهمانان گفتند آن را برای نیاز آینده تو گذاشتیم. ابوذر فرمود روز نیاز من روز قبر من است.
یعنی اگر من الان شتر فربه و آماده را برای شما تهیه کنم به عنوان غذا و از مهمانهایم پذیرایی کنم، این برای روز نیاز من در قبر کمک خواهد کرد و اونجا دستی من را خواهد گرفت. وقتی فاطمه زهرا دختر محبوب پیغمبر علیه السلام را در شب عروسی به خانه شوهرش می بردن، به خانه علی کرم الله وجهه می بردن، فقیر از حضرت پیراهن کهنه خواست. فاطمه زهرا علیه السلام به یاد این آیه همان پیراهن نو عروسیش را انفاق کرد. نمونه دیگر، عبدالله ابن جعفر غلام سیاهی را دید که در باغی کارگری می کند. به وقت غذا سگی وارد باغ شد و در برابر غلام نشست. غلام لقمه‌ای به او داد، باز سگ با نگاه خود تقاضای غذا کرد. غلام غذای خود را لقمه لقمه به او داد تا تمام شد. از او پرسید خودت چی میخوری؟ غلام گفت من امروز سهمی ندارم. عبدالله ابن جعفر پرسید چرا این کار را کردی؟ گفت این سگ از راه دور آمده بود و خیلی گرسنه بود. عبدالله از جوانمردی این غلام تعجب کرد. آن باغ و غلام را خرید، غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید. ببینید عزیزان، عمل کردن به این آیه خداوند بسیار بسیار سخت است، اما کسانی که از دوست داشته ترین چیزهای خودشان برای نیازمندان انفاق کنند، قطعاً و قطعاً به درجه بالای بندگی که همون درجه ابرار باشد نایل خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.